می دوای سالدانم که است که مجبور میکنم یا یک حکمت خداوند است. اونو دوا را که میتون مردم اصلا خود داغش بسیار کم میمونه. بسیار خوب. باز در پولی از او درد نداره. حالا مثلا پیش دکتر اگه میرن حالا دکترای ما خفه نشن، او دکتر خود پیچکاری و گپا میکنه، خصوصا که دروی باشه با چشما بسیار پخل میکنه. نه او دوایی را که من میتم البته به پیسه نیست آقا صاحب، رایگان است. رایگان است، به رضای خدا. این فقط به رضای خدا ثوابی است. اونمو دوا را هر کس جور کدام نمیتونه. از چی جور میکنیم و ترکیبش ترکیبش پیش خودم باشه، یک راز باشه. او یک راز باشه دیگه. او دوا نه خارش داره نه سوخت داره، هیچ چیز نداره، فقط اینمی قطره است که مندازی به زور خدا شفا را اعلام میتم. ما یک واسطه هستیم دیگه. دمی ظرف 10-15 روز بیخی هم تو گل وارد جور میشه و داغشان بسیار کم میمونه. همین شماره تماس اگه یادآوری بگو دوستایی که پشه سالانه در روزا زیاد هم شده، کسایی که تکلیف دارن و دوا نیاز دارن پیام بکنن. این میشه مندهی به نمره شماره تماس خود چی میکنی؟ این میشه دکان قاری صاحبان فروشگاه نصیباری ها زیر نمی دمی دکان هم مانده. بله، در کدام دکان است؟ این نصیباری ها فروشگاه